دومین مورد کلینیک‌های ترک اعتیاد هست. توی کلینیک‌های ترک اعتیاد چه اتفاقی میفته؟ اونجا شما رو از مواد اصلیتون میگیرن و یه جایگزینی خطرناکتر از مواد قبلی بهتون میدن به اسم متادون و بیدو. متادون یک چهره ترسناک و پرخطر هم داره. در مقاله‌ای که در سال 2022 توسط گروهی از محققین ایرانی در نشریه معتبر International Journal of Drug Policy منتشر شده، ذکر شده که طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، در نمونه‌خونی 53.5% از تمام افرادی که در سال 2021 دچار مسمومیت دارویی منجر به مرگ یا به قول خودمون اووردوز شدن، متادون به همراه مواد دیگه‌ای مثل الکل وجود داشته و در این بین 35.8% تمامی اووردوزهای منجر به مرگ با استفاده از متادون بدون ترکیب با مواد دیگه رخ داده. این آمار واقعاً وحشتناکه. متادون که یه داروه و به صورت قانونی توسط شرکت‌های داروسازی تولید و توزیع میشه، بیشترین عامل مرگ به دلیل اووردوز در ایرانه. یعنی بیشتر از هروئین، کراک، شیشه، مشروبات الکلی تقلبی و هر ماده دیگه‌ای که فکرشو بکنید. که فوق‌العاده روی کلیه‌ها و کبد تاثیر مستقیم میذاره و تا سرحد دیابت شدن شما رو پیش بره. پس گزینه دوم از روش قطع مصرفتون لطفاً حذفش کنید.